یعنی از حجاب شروع میکنن که خانم این چه مثلا سر وضعیه اومدی یا مثلا مانتوت گیر بده، رو سریت گیر بده، آرایشت گیر بده، به همه چیز دخالت کنه. از سر وضع گرفته. شما شده از این گیرا بده، از این مشکل ایجاد کنه؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. یه نمونهش کردم تو ذهنم. من یه کورس اسکریپشن میخواستم، سیلابس درسی میخواستم، بازم یه مفاد درسی میخواستم برای یو بی سی که میخواستم بفرستم و اونجا باید میرفتم وزارت علوم میگرفتم و یه صفی بود، مثلا 4 نفر بودیم، صف نبود، هممون جلوش وایساده بودیم و من اولین نفری بودم که اونجا رسیده بودن. اون 3 تا خانم 2 نفر چادری بودن و 1 نفر مهاجر بود. اون آقا کار 3 نفر رو راه انداخت و تا جایی که میتونست منو معطل کرد و بعد که من برگشتم گفتم چرا؟ برگشتم شما اول حجابتو رعایت کن. ورزشکاران فرار میکنن، هنرمندان فرار میکنن، همه فرار میکنن و دلیل اصلیش هم اینه که یه دونه جو خفه‌خانه کامل تو مملکت قرار داره، یه جوی گرفته که حتی مردم ما دیگه تو خود مملکتشون احساس غربت میکنن. بابک پناهی برای فیلم 33 روز، محسن شاه ابراهیمی برای فیلم یه حبه قند. یه خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخته. ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده صدا سیما امتحان داد، رتبه اول رو گرفت. توی اون سوالای مذهبی که ازش میکردن رد شد. دانشگاه امام صادق؟ نه خیلی، دانشکده صدا سیما. صدا سیما. و 1 سال، 1 سال و نیم، 2 سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اول رو کسب کرده بود. بعد مجبور شد که بره خارج. رفت اتریش امتحان داد، قبول شد و الان ترم 4 یا 5 است که تو اتریش داره درس میخونه. خب من خودم میذارم جای اون. منم البته دیپلمم گرفتم، رفتم آلمان درسم خوندم. من وطن پرستم، وطنمو دوست دارم. کسانی که با من درس خوندن اونجا موندن، یکی از برادرای من خیلی راحت‌تر داره زندگی میکنه و ازش خیلی بهتره، ولی من ترجیح میدم که تو این آب و خاک باشم. دوست دارم اینجا، سختیاشم تا حالا تحمل کردم. تو مسئله اینه که ما قطع میکنیم بلافاصله، یعنی ما بالاخره سیمو قطع میکنیم دیگه، طرف راه نداره. پس برای چی میخواد الان بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم دیگه، دادخواستم پس میگیرم. حاضری بیای؟ نه من حاضر نیستم. چرا حاضر نیست آج آقا؟ بگید چرا حاضر نیست؟ چرا خودت میدونی؟ نه نمیدونم. لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست. ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقع پاشیم بریم خارج. دخترت برات اهمیت نداره؟ آینده دخترت برای تو مهم نیست؟ اصلا مگه من بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برای تو مهم آینده دخترم؟ این همه بچه تو این مملکت داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده نداره خانم. من ترجیح میدم بچه‌م تو این شرایط بزرگ نشه آج آقا. به عنوان مادر این حقو دارم. چه شرایطی خانم؟ داشت این مدارک بانکی و مدارک ملکی چه داستانش؟ من نمیدونم، من که اصلا همینجا دستیم راسته دوستم. از بعد بازم؟ از اون آقای یه سال داشتم توی مدارک نوشته فیش بانکی، آقا مدارک بانکی، مدارک ملکی چیه داستانش؟ حساب بانکی باید 10 میلیون، بالای 10 میلیون باشه. میگم هر نفر باید یه حساب بانکی داشته باشه، 12 میلیون توش پول باشه. ببین هر انسان، هر نفر مجردی که بالای 18 سال باشه
اگر میخواد بره باید بالای 10 میلیون سپرده بانکی داشته باشه. اینکه پس که شما حساب بانکی نداشته باشی 10 میلیون ولی اصلا صندوق ملکی داشته باشی، اصلا جفتشو نداشته باشی. جفتشو باید داشته باشی. درستش اینه که داشته باشی. اگه نداشته باشی ویزا میدن یا نه؟ اینجا زیرو دروانه است. چون گفتن سوال کنی من این دوربین منو تماشا میکنی زیاد به من بحث نکن. من چند تا سالم تموم شد. چون گفتن که سوال کن. گفتم 50 نوشته اونجا رو نگاه کن بخون دیگه. اگه یکی حساب الان روی این موضوع کار میکنی، اگه راست میگی باشو بیا خوابگاه زندگی ما رو ببین دانشجوها اینجا چجوری دارن زندگی میکنن. خنده داره. پنجشنبه هفته گذشته تو خوابگاهمون یکی از بچه‌ها خودکشی کرد. باورت میشه؟ آره منم شنیدم. اصلا هیچ کدوم از مسئولای مملکت از این اتفاق خبر دارن؟ بیا اینا رو با دوربین نشون بده، اینا مهمن. آخه میدونی من اگه دوربین بیارم خیلی بچه‌ها جلوی دوربین نمیتونن صحبت کنن، خیلی حرفا نمیزنن. میام اونجا تو خوابگاه بعد حرفا زشت میشه. اون اهل کجا بود اون دوستمون؟ اصفهانی بوده؟ بفهمش. موبایل دوستم زنگ زد اما خودش نبود. بعد برداشتم از نگهبانی بود. گفت دوستتون حالش بد شده. گفتم اون حال همزه دیگه، حالت تب و چیزی بوده. بعد بردنش بیمارستان درمونگاه رسول اک. تختش کدومه؟ تختش کدومه؟ بعد گفت که خیلی حالش بده تو مثل که اتفاق افتاده، مثلا خودکشی کرده. متاسفانه من ناچار شدم به خانواده‌اش خبر بدم. کدومو الان میگی؟ همین بنده خدایی که فوت کرد. صبح به خانواده‌اش خبر دادم اینا. بعد مادرش بود، گفتم والا بگید پدرشون زنگ بزنن حالش خیلی خوب نیست و اینها. پدرش زنگ زد. خب مشکوک بودن دیگه، فکر می‌کردن مثلا شاید کار هم اتاقیاش باشه، چون بعد دهنم پرید که مثلا سیگار می‌کشید. یعنی آخرا ترک کرد و دوباره زیاد شد. خانواده‌اش گفتن چرا پشت سر مرده مثلا حرف در میاره میگه این سیگار می‌کشید اینا. مثلا بچه بوده که اومده خوابگاه مثلا خیلی سالم آخر سر که داشته میرفته قوطی‌های سیگار رو وقتی می‌کشیده می‌چسبونه به پنجره. تمام پنجره مثلا پر شده قوطی سیگاری که کشیده. به این آدمی دیگه بگی باورش نمیشه. چون خبرم ندارم، باورش نمیشه دانشگاه شریف در از یک سال 3 نفر خودکشی کنن. به نظرم آینده روشنی وجود نداره. یعنی مثلا یه دانشجویی که ارشد خونده الان میره سر کار، مثلا نهایتا فول تایم کار میکنه چقدر میگیره تو ایران؟ 700 تومان. 700 تومان به کجا میرسه؟ تو تهران شما کافیه یه خونه اجاره کنی. حالا اونایی که میرن چه میدونم اپلای میکنن اروپا امریکا، خب مسائل خاص خودشون دارن، ولی فکر کنم به لحاظ مادی وضعشون بد نیست و لذت خودشون رو دارن. مثلا یه دوستی میگفت که پسرم من تو امریکا 3 ماه کار کرده تونسته یه ماشین مدل بالا که تو ایران مثلا 40-50 میلیون بخره. وقتی که من خدا خودکشی کرده دقیقاً گرد مرگ رو خوابگاه پاشیدن. اینا که هیچ کدوم تو اتاقاشون تو این اتاق زندگی نمی‌کردن، همشون پایین بودن تقریبا. میومدن مثلا و کل خوابگاه دقیقاً تو ذهن من مثلا چه می‌دونم خودکشی چقدر تکرار میشد. فضای خوابگاه رو می‌دیدم. کار دانشجویشه؟ تو اصفهان دفنش کردن با آدم اصفهان؟ بله اصفهان تو امامزاده نزدیک خونش. بچه گفتن که شما با این دوستی که چند روز پیش خودکشی کرد باش آشنای رفیقی. حالا امشب هم اگه شنیده باشی یکی دیگه هم خودکشی کرد ناموفق بود، نشنیدی؟ باز دوباره؟ کدوم خوابگاه؟ همینجا
بس شما شوریده؟ آره خب که شما خیلی خوبه. حالا تو دارم پیشرفت میکنم. قبلی که خودکشی کرد رو میشناختی؟ آره یه سال نیم هم همونطور بود. ببخشید وقتی رو گرفتم به کارتون هستید. نه دستش داشت خدا رست شما زعفران میشینی؟ زعفران بچه هم تو میشینی؟ نه من زعفران خودم رو دیشب نشستم دارم. که مسافرتون؟ پسرتونه کجا میره؟ داره میره سوئد. برای چی؟ واقعا دیدم فایده نداره خوندن درس اینجا فقط همین. چرا از این داره میره؟ راضی که خب دور بودنش اذیت هم میکنه ولی چون احساس میکنم اونجا موفق تره و این فوق العاده به درس خیلی علاقه داره فقط به خاطر این. بدترین چیز توی این مملکت اینه که آینده یک جامعه نوعی واقعا منظرم خیلی بده که آدم فکر میکنه که باید اون بر آینده‌اش رو دست بیاره. این خیلی بده واقعا من نفرت دارم ولی مجبورم. یعنی نه اینکه مجبورم وقتی میبینم بهتره عقل سلیمون انتخاب میکنم. ساعت چند پروازت؟ فکر کنم الان دیگه برام سوار شدم. 3:45 در حال مسافرگیری. 3:45 آره. دیرت نشه 10 دقیقه. آره داره دیرم میشه ولی دیگه به خاطر شما دیگه. من دانشگاه شریف آقای احمدی‌نژاد. پنجشنبه گذشته یکی از بچه دانشگاه ما رشته ارشد فیزیک خودکشی کرد. برای چی؟ 6 ماه قبل این اتفاق تکرار افتاده. چرا باید اینجوری باشه آقای احمدی‌نژاد؟ چرا من میپرسی از اون بپرسه خودشو کشته. خب الان من مثلا میگم وضع بچه‌ها رو شما خودشو بکشه به چه دلیل؟ چون اکثر بچه‌ها یا میرن آمریکا یا میرن کانادا ادامه بچه‌های نخبه‌مون اکثرا اون ور آقای احمدی‌نژاد. مراسمشون میشه برادران نمیره. ولی خب آزادن انتخاب کنن محل اشکال داره؟ نه اشکال نداره. میشه واقعا محدود کنیم انسان‌ها رو. بعد